امروز صبح ساعت 6:15 نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران در جزایر تنب بزرگ و کوچک پیاده شدند و همچنین در نقاط سوق جیشی جزیره ابو موسی استقرار یافتند. و ساعت 6:50 پرچم ایران بر فراز کوه حلوا یعنی مرتفع ترین قله جزیره ابو موسی به اهتزاز درآمد. بدین ترتیب پس از مدتی قریب 80 سال که سیاست استعمار علی رغم حقوق مسلم تاریخی مانع از اعمال حاکمیت ایران بر این جزایر شده بود، در نتیجه سیاست مدبرانه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و پس از مذاکرات طولانی و پیگیر با دولت انگلیس دوباره این جزایر تحت سلطه ایران قرار گرفت.